درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 26 شما. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. خواندن اثرهای عینی در دانستن حیاتی به من نه آنقدر آشنا یاری کلان رساند. بروی من یک جهان نوی رو گشود. من او را بلزک تاجیکان و ازبکان تصور نمودم. ثابت مقنف. مختار اویزف و صدرالدین عینی صفتاً به هم عمومیت دارند، اما در حل موضوع و به عمل آوردن بزرگی ایجادی در بین آنها تفاوت مخصوصی هست. عینی عادی، ظاهراً آرام و با تمکین است، ولی در سیمای قهرمانانی که این پیر خردمند شرق ما در دوران تیره تاریخی تصویر می کند، خوانندگان غضب و اضطراب بی اندازه را می بینند. چینگیز ایتماتوف. جمع کننده صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک، قسم دوم، 1200-1343 هجری. یک دو سخن. قسم اولی نمونه ادبیات تاجیک چنانچه خوانده گذاشتیم به ترتیب تاریخ حیات و وفات صاحبان آثار نوشته شد. در بعضی جاها که تاریخ معین معلوم نگردید، تخمیناً عصر حیاتشان وضع کرده شد. اما درباره قسم دوم رعایت این ترتیب خیلی دشواری می کند، زیرا تذکیر نویسان عهد آخر در تاریخ صاحبان ترجمه آنقدر اهمیت ندادند. گاه عهد امیری را نام برده اند، وی را هم نه به صراحتی اسم بلکه به لقبی مثل جنت مکان، مرحوم، فردوس آشیان و امثالش اکتفا کردند. بنابراین تاریخ معین یک قسم شعرای متأخرینی که امروز وفات کرده اند معلوم نیست. لذا در این قسم رعایت کردن ترتیب حروف هجا مناسب دیده شد، لیکن در هر باب در تقدیم و تاریخ صاحبان اثر، تاریخ مماتشان و اگر زنده باشند
خردی و بزرگی سینشان به قدر امکان رعایه کرده شد. از شعرای این قسم که به ادبیات جدیده اشتغال کرده اند، نمونه اشعار ملی یا که انقلابیشان در قسم سوم باقی گذاشته شد. اواخر عهد استرخانیان و اوایل منقیتیان دوره فترت به شمار می رود و ادیبانی که در این دوره گذشتند آثارشان کمیاب و ذکرشان در پرده حجاب است. بنابراین در این قسم از عهد عمر خان، واری خوقند و امیر حیدر بخارایی شروع کرده می شود. 17 می سال 1925 سمرقند. صدرالدین عینی. امیر عمر خان، واری فرغانه. وفات 1237 هجری. غزل. از یک مجموعه دستنویس. بود در عشق گه با مصحفی رخسار سوگندم، گهی با حلقه گیسوی عنبربار سوگندم. چسان دیل از خمی زلفی گرهگیری تو برگیرم، چو شوقم داد با آن مصحفی رخسار سوگندم. چنان اعزاز دارم مو به مو دینی محبت را، که باشد از سری زلفی تو بر هر تار سوگندم. گه با زلف و گه با عارض و گه با خطی مشکین، بود در دعوی عشق بتان بسیار سوگندم. به دارالملک لطفت محضری عشق تو آوردم، اگر به جای دارالملک دارالحکم می بود مناسب تر می افتاد. عینی. به دارالملک لطفت محضری عشق تو آوردم، ندارم شاهد اینجا بده ناچار سوگندم. امیر آمد بهار و جز شکستن نیست امکانی، دهد گر محتسب بر ترک می 100 بار سوگندم. غزل. از ردایف الاشعار محترم بخارایی، غیر مطبوع است.
به شوقی آن که رسانم به زلف یار انگشت، چو شانه می دمد از دست من هزار انگشت. رساست ناخنی اندیشه بر خراش جگر، ولی چی سود نمی آیدم به کار انگشت. علاج کلفت و زخم دل ار فتیله نشد، در ترکستان به جای فتیله پیلته به کار میبرند. علاج کلفت و زخم دل ار فتیله نشد، نگشت مانعی خمیازه خمار انگشت. گره ز زلفی سیاهت کشودن آسان نیست، کسی چگونه رساند به چشمی مار انگشت. نگه بر روی تو کردم گداختم چون شمع، سزای آن که به آتش کند دچار انگشت. اشارتی نیزه های تو راست می شمرم، اگر غلط بود از دست من برآر انگشت. خیال زلفی پریشان یار کرد امیر، به این سخن مرسان شانه زینهار انگشت. امیر عمر خان علاوه بر این که مربی شعرا و فضلا بود، از شعرای نمایان دوره آخر به شمار می رفت. بسیار استعدادهای ادبی در مهد تربیت این مادری ادب به کمال رسیده. ردیفگویی که از زمان پیشین در بین شعرای شرق معمول بود، در عهد این امیر فاضل رواج گرفت. چنانچه غزلی را که در ردیف انگشت در بالا ثبت یافت، اکثر شاعران معاصر و معاقبش تقلید کردند. در حقیقت ردیفگویی خصوصاً در یک روی زیاده دشوار است، زیرا اولین کسی که در آن ردیف شعر انشاد می کند مضمونهای سهل و تصور را می بندد. در پسماندگان همه معنیهای مغلق می ماند. مع ذالک بسیار مقلدان هستند که از کسانی که آن ردیف را ایجاد کرده اند به درجات ساده و دارای مضمونهای بکری عام الفهم بستند. این است کمال اقتدار. قاریان ردیف ها را به دقت ملاحظه فرمایند. امیر عمر خان در 35 سالگی وفات کرد. در این عمری کوتاه با وجود کثرت اشغال حکومتداری در عالم ادب بسیار کار کرد. شعر ترکی که بعد از امیر علی شیر در ترکستان رواج نداشت، در عهد این امیر دوباره کرسی بندی دید.
در فارسی نیز قدرت نمایی کرد. دیوان ترکی و فارسیش موجود است. ادا وفات 1252. ماده تاریخش افسوس مورد سلطان خان. سلطان خواجه شیخ الاسلام احراری سمرقندی است. مما الیه در بخارا به عهد امیر حیدر، در خوقند به عهد عمر خان، باز در بخارا به عهد امیر نصرالله به مرتبه های عالی رسیده و سخنسرایی کرده. در فارسی و ترکی دیوانش تمام است. قاری رحمت الله در تحفة الاحباب وفاتش را 1250 قید کرده. اما در یک مجموعه دستنویسی دیگر ماده افسوس مورد سلطان خان نشان داده شده است که 1252 می شود. وفاتش در بخارا، قبرش در سمرقند و مزار خواجه احرار است. از ردایف الاشعار. کجا برنگی حنا می نهد نگار انگشت، ز خون بیگناهان می کند نگار انگشت. نگار در مصرع اول محبوب، در ثانی به معنای رنگ و نقش است. کجا برنگی حنا می نهد نگار انگشت، ز خون بیگناهان می کند نگار انگشت. به قدری دستگهی توست طبع موزونت، ز موج در کف دریاست 100,000 انگشت. به شانه سری زلف تو دیدم و گفتم، فسونگریست که زد در دهان مار انگشت. به هر کسی که در این باغ جوهری ذاتی است، به اخذ خم نکند چون کفی چنار انگشت. به یادی شعله خویت ز گرم رفتنی آه، گرفت در دهنش آتش از شرار انگشت. ز ابرویت متعجب شده است هر سری ماه، که از هلال گزیده است روزگار انگشت. هنوز لخلخ بیز است در دماغ امسال، رسیده بود به گیسوی یار پار انگشت. ادا به حرفی تو خواهی که ناخنی نرسد، به حرفی کس نرسانی تو زنهار انگشت.
غزل. از یک مجموعه دستنویس. دلم را همچو گل زخمی است، ممکن نیست بهبودش. زیبای غنچه صبحی دمی، کردم نمکسودش. ز مستی های چشمم چشم خوبان وام می گیرد. شب سودم نگاهی تا به لبهای میالودش. نفس شاید که آرد بوی زلفش بر مشامی من. از آن از سینه بیرون می کشم چون آه خود دودش. چو به او محفل آرایم به طوفانی گدازی دل. ز موجی آب می بندد مغنی تار بر رودش. ادا زلفی طلب کوتاه کردن عیب ها دارد. ایازی را غلامی کن که سلطان است محمودش. از تذکره تحفة الاحباب قاری رحمت الله بخارایی. از شکستی توبه دارد زلف عصیانم هنوز. بسته زنجیر طبعی ناپشیمانم هنوز. عمرها شد خضر خط آن چشمه حیوان گرفت. در خیال ظلمت زلفی پریشانم هنوز. مطلع خورشید حسنت در ازل گردیده بود. صبحها می خندد از چاک گریبانم هنوز. این چی اسرار است زلفت را صبا آشفته کرد. عمرها برباد رفت و من نمی دانم هنوز. دیده بودم عارضی بیگانه خویت در ازل. آشنا مژگان نمی گردد به مژگانم هنوز. عقده زلفت شمردن سبزه را زنار کرد. کس نمی فهمد زیانی کفر و ایمانم هنوز. گشت خطش زلف و زلفش ریش و ریشش شد سفید. ای ادا من بسته آن عهد و پیمانم هنوز. فرد با مسقب الماس نگه آخر از ابرام. کندم به عقیق لب او
نامی تبسم. بر سری تربتی من آیی و شرمنده شوم، جام ندارم که نثاری قدمت می کردم. در لباسی شانه از نیرنگ حسنی دلکشش، موکشان آرد به پای سرو خود شمشاد را. شنیدم تندی می بر گلویت شب اثر کرده، مگر این دختری رز فتنه زایی باز سر کرده. دو روزی شد کزان آواز نازت بر نمی آید، مگر شهدی سخن نای گلویت نی شکر کرده. ادا در وقت مردنش به کسانی که از او وصیت طلب کرده اند بدیهتاً گفته، از یک مجموعه دستنویس نقل شد. خوش آن رندی که بعد از مردنش میراثگیری او، بغیر از پای تابوت و عصا چیز نمی گیرد. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 26-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамкул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.